نادرشاه ما از لحاظ نبوغ نظامی در دنیا هنوز لنگش پیدا نشده، اما نادر اصلا سواد نداشته، حتی یک کلاس هیچی سواد نداشته. یه منشی داشته مهدی خان اسدآبادی، نام آقای نادر رو ایشون می‌نوشته. به نادر خبر میدن روسا اومدن تو ایران، قصد ترک ایران رو ندارن. نادرشاه یه نامه به تزار روس می‌نویسه، بعد از سلام و احوالپرسی توی نامه فقط 2 کلمه بیشتر نمی‌نویسه: میرین یا بیام؟ تزار روس میگه بریم آقا، این اگر بیاد ما نمیتونیم بجنگیم، ایران رو ترک میکنن. اما مجسمه اینجا کار استاد ابوالحسن خان صدیقی، متولد 1273 تهران، اصالتا نور مازندران بوده. 80 تا مجسمه برای ایران ساخته. بی‌نظیرترین مجسمهش شده مجسمه نادر. 1335 در مقیاس 1/3 تو ایران خودمون با گچ میسازن. ایران اون زمان فناوری نداشته، میبرن برونیه ایتالیا برنزش میکنن. 18 شهریور 1339 14 تن و 100 کیلو برنز خالص بر فراز مقبره نادر نصب میشه. از یه جهت شده بی‌نظیر. اینایی که معماری خوندن متوجه میشن. تو که مجسمه رو دقت کنیم، خود نادر و اصل نادر 9 تن وزن داره. اومدن مرکز ثقل این مجسمه 14 تنی رو 2 تا پای اسب قرار دادن که تعادلش حفظ بشه. این جای دنیا امکان پذیر نبوده. ایرانی های ما و شمالی های ما انجام دادن، افتخاری برای ایران شده. استاد ابوالحسن خان صدیقی 20 آذر 1374 در سن 101 سالگی در تهران از دنیا میره. در قطعه هنرمندان بیزران به خاک سپرده میشه که خدا رحمتش کنه، روحش هم شاد. 3 تا سرباز پشت سر نادر داریم، لور، ترک و خراسانی، لباس محلی تنشونه. دوستان پایه مجسمه رو تا پایین دقت کنیم، برین دور تا دور این بنا دور بزنید. هیچ جای این بنا 2 تا سنگ این هم کار نشده. همه سنگ‌ها اندازه‌اش با هم دیگه فرق میکنه. به چه دلیل داره در دنیا رتبه میگیره؟ به دلیلی که این سنگ‌ها به مدت جنگ‌های نادر برمیگرده. اون کوچولویی که بالا کار شده جنگ نادر 1 روز بوده. اون سنگی که کشیده کار شده جنگ نادر توی مسیر طولانی بوده. اون سنگی که پهن کار شده جنگ نادر در یه دشت وسیع بوده. اینجا یه صفحه صاف داریم، ببینیم با مثلث به ما نشون داده شده. برین از اون طرف خیابون به مثلث‌ها دقت کنید، دسته تبر نادرشاه رو میبینید. پایه مجسمه میشه تیغه تبر نادرشاه و جانب مثلثایی که به طرف پایینه میگه بدیهاتو بریز زیر پا بذار کسی نبینه، مثلثی که به طرف بالاست میگه خوبیاتو بریز جلو بذار همه ببینن. گفتار نیک، کردار نیک، پندار نیک. قسمت